او مای گاد. عزیزان از من نخواهید براتون بخونم چرا که من یک شومن ساده هستم. من خواننده نیستم. I am a showman. دوستان خارجی گفتن در سالانم بعد من خدمتشون معرفی کنم. I am a showman stand-up comedy. I usually wake up in the morning, most of the time take shower brush. It is morning. It was work at first, but now after 2 years I don't like it. I do the same thing every day with a party that wanted to name the stage of farm performance, elaborate confirmed that it چرت و پرت دارم میگم. به جون خودم شروع کردم چرت و پرت، همه حواسا جمع شد. به چند نفر میگم سر تایید تکون میده. من خودم نمیفهمم چی میگم. تو چی رو تایید میکنی واسه خودت؟ لجبازی ببین از کجا تا کجاست. خدا میدونه. که فقط میگفت در ایران میری مطب بعضی از این دکترها منشی دکتره از خود دکتر خودش واسه آدم بیشتر میگیره. مشکلتون چیه آقا؟ یه بار گفتی شنیدم. چه خبرته؟ بابا دکتر اونه. تازه میری تو مطب دکتر انقدر مهربون میگه چای میل دارین قربان. اجازه بدی بر یه لحظه نبضشو برو. گوشی رو میبره از پشت از زیر پیرهن. لطفا نفس عمیق بکش. خیلی با ملاطفت و ملایمت که میگه بعضی از این خانم پرستارا جوری به آدم آمپول میزنن انگار 90% مشکلات زندگیشون مقصر ماییم. میگفت آمپول به من زده بود من تا خونه اینجوری راه میرفتم. بدبخت و فلجش کردی چی؟ رضا میگفت رو تخت تزریقات دراز کشیده بودم دمرو منتظر بودم این دختره بیاد آمپول منو بزنه. یک لحظه از زیر دست نگاه کردم دیدم این اوضاعش خیلی به هم ریخته است. چنان استرسی بر او غالب شده از اوضاع و احوالش مشخص بود که این تازه کاره و کار دست آدم میده که هیچی نمیگفت. لااقل نصف سرنگ و هوا تزریق میکرد جوری که اینجا تبدیل به جنیفر لوپز میشد اصلا که حتی سبک راه رفتنش رو تغییر میداد. این چه مریضی جدیدی اومده چیه واقعا؟ چرا؟ چون میزنه هوا رو تزریق میکنه دیگه هواگیری هم نمیکنه. همچین ولت میکنه واسه خودت بری. میگفت اومد دیدم رنگش پریده عرق تو سر و صورتش نشسته سرنگ من تو دستش میلرزید. وایساد کنار تخت من قبل از اینکه آمپولو بزنه یه لحظه مکث کرد. زیر لب گفت بسم الله الرحمن الرحیم. منم گفتم اشهد ان لا اله الا الله. من میکشه واقعا نابودش. همه دست میزنن. سر زنگ هندسه میگم این کاش که این زنگ بخوره دل دار برسه حسره که ناز منم توی درس عاشقی. تموم شد لجباز آهنگ تموم شد.